اطاعت کردن شوهر در کار گناه جایز نیست. یعنی شوهرتون شما را به کار امر کنه که او کار در شریعت گناه هسته، نافرمانی خدا و پیامبر هسته، اطاعت نکردن واجب است. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اطاعت کردن مخلوق یعنی اطاعت کردن غیر خدا در نافرمانی خداوند جایز نیست. شوهرتون شما را امر کنه که در بیرون حجاب نکنیم، رنگ کامپیرو میشه، من نمیفرای خیلی بگم، اطاعت نکردنش واجب میشه. یا اینکه بگه قاشات بچین، مثلا بعضی زیباگی های هست که نه در پیش شوهر جایزه نه در بیرون. خلاصه یعنی کار گناه که باشه اطاعت نکردن شوهر واجب میشه. با همین خاطر خوشا به حال شما که اینقدر مثلا کار گناه از غیر گناه شما تشخیص کردن میتونه و میفهمه که این کار گناه است.